داریم میریم بریم علف بیاریم. علف. سلام، چطورین؟ اومدم برای خرگوشم یکم علف بچینم از توی پارک. خرگوشم فقط یونجه میخوره. اومدیم با هم دیگه یونجه بچینیم واسش و آره اینطوری هست. اینه یونجه ها. اینم محیط اطراف. ببینید خوشگله ها. آقا شرایط رو نگاه کن. اینجوری من یونجه میچینم واسه خرگوش عزیزم. عجیبه ما آدم ها اینقدر به فکر حیوانامون هستیم، بعد یه سری هم هستن کلن به فکر آدم های دور و اطرافشون نیستن. چجوری میشه؟ من دیدم آدم دلسنگا، دیدین گاهی وقتا تو این کامنت ها یه کسایی پیدا میشه بعد و بیرا میگه. اصلا گاهی وقتا شده بشین فکر کنی دیگه آقا آدم میشه دیگه دلش واسه همچین چیزی، همچین کسی، همچین اتفاقی نسوزه. ولی واقعا میشه. من دیدم آدم ها یه جوری دیگه فکر میکنن، یه جوری دیگه نگاه میکنن مسائل رو. مثلا من خودم اگر که یه جایی داشتم که یه دست فروش بیاد جلوش بشینه و کار کنه، حتما اجازه میدادم بهش، حتما این کارو میکردم. بعد فکر کن یه سریا میان آب مثلا میریزن جلوی مغازه عمدن واسه اینکه دست فروش اونجا نشینه کار کنه. چی میگذره تو مغزش؟ چجوری میشه اینجوری فکر میکنه؟ بابا گناه داره. خیلی اوضاع آبم اینجا خیلی بده، خیلی اوضاع آب بده، بد. و این باعث شده که درخت‌ها زرد بشه و گیاهان رشد نکنه. و ببینین درخت‌ها کم زرد شده اینا، این به خاطر اینه که باران خیلی کم اومده.